آیا با واقعیت خانم نغمه باردار شده است؟ حقایق تازه زندگی جنجالی نغمه و منگل و شوهر دومش در امریکا افشا شده است. نغمه در امریکا با کی زندگی می کند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. خانم نغمه یا شاپیری یکی از هنرمندان سابق قدار با استعداد و ناماشنای افغانستان است که نغمه را به نام خانم اسطوره در هنر موسیقی افغانستان می‌داند. وی آهنگ‌های پشتو می‌سراید. در سن نوجوانی با منگل هنرمند موفق و توانای کشور ازدواج کرده بود. وی از منگل دارای 5 فرزند میباشد، اما در سال 2006 به دلیل ناسازگاری در میانشان از هم جدا شدند. نغمه با یکی از رهبران مجاهدین افغانستان دوباره ازدواج کرد، ولی منگل تاکنون در فراق دوری نغمه اشک میریزد و ازدواج دومی انجام نداده. نغمه آهنگ‌های فراوانی برای علاقه‌مندان ثبت و نشر کرده است و همیشه کنسرت‌های مختلف در سرتاسر جهان برای دوستدارانش برگزار می‌کند. این روزها تصاویری از نغمه در صفحات مجازی درج کرده است که وی باردار است، ولی تمام این تصاویر فتوشاپ میباشد و حقیقت نداشته است. نغمه شوهر دومش هیچ فرزندی ندارد. وی در تمامی برنامه‌هایش بیان کرده شوهر دومم با من هیچ مشکلی ندارد و من وی را خیلی دوست دارم. دختر نغمه با شفیق مرید ازدواج کرده است و رابطه هنری خوبی هم نغمه با شفیق مرید دارد. من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمام جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان نغمه و منگل به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.